از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. ما امروز بحثمون درباره تحولات آزادی است، یعنی ببینیم در 4 عصر تاریخ بشر آزادی چه تغییراتی کرده و در عصر شبکه در واقع ما به سمت چه نوع آزادی هایی میریم. برای یادآوری دوستان که فضای جلسه های قبل و بحث های قبل رو یادآوری کرده باشیم، اگه خاطرتون باشه ما تاریخ بشر رو به 4 دوره جامعه شکار یا عصر توحش، جامعه کشاورزی یا عصر تمدن، جامعه صنعتی یا عصر توسعه و جامعه اطلاعات یا عصر شبکه تقسیم بندی کردیم. این نامگذاری رو از این به بعد سعی میکنیم با این ترکیب حفظ بکنیم: جامعه شکار عصر توحش، جامعه کشاورزی عصر تمدن، جامعه صنعتی عصر توسعه و جامعه اطلاعاتی یا عصر شبکه. حالا ما گاهی میگیم جامعه شبکه، منظورمون همون جامعه اطلاعاتی. این تقسیم بندی رو اگر داشته باشیم، امروز میخوایم ببینیم در این 4 جامعه آزادی چه تحولاتی درش رخ میده. بعضی وقتا من ممکنه دقت نکنم و کلماتی مانند عصر پسا صنعتی، پسا توسعه، اینها رو هم به کار ببرم که اینها همه منظورم جامعه اطلاعات یا عصر شبکه است. پس پسا توسعه، پسا صنعتی، اینها منظورم همون جامعه اطلاعات و عصر شبکه است. موضوعاتی که در 2-3 جلسه قبل مرور کردیم رو فقط عناوینش رو میگم که دوستان یادآوری بشه. ما درباره تحولات نوع مصرف و تولید انرژی در عصر شکار، کشاورزی، صنعتی و اطلاعاتی صحبت کردیم که چگونه در این 4 عصر انرژی از کجا به دست میاد و چگونه مصرف میشه و تفاوت اینها چیه، و گفتیم که اصلی ترین تحولات تمدنی برای ذخیره انرژی بوده، هم از زمانی که انسان از حالت 4 دست و پا راست آمد شد ایستاد برای ذخیره انرژی بود، و هم تمام تحولات عصرهای 4گانه برای و به منظور و در جهت حرکت به سمت انرژی بیشتر، ذخیره انرژی بیشتر، تولید انبوه انرژی و مصرف انبوه و ارزان انرژی بوده. بحث بعدی که مطرح کردیم درباره تحولات این 4 عصر از منظر محدودیت‌ها، ریسک و نااطمینانی‌ها بود که گفتیم در هر کدوم از این عصرها بشر با چه نوع محدودیتی و چه نوع ریسکی و چه نوع عدم اطمینانی روبرو بود و چه تحولاتی رخ داد. و آخرین بحثی که مطرح کردیم تحول از نوع روابط بود. رابطه های انسانی، مناسبات انسانی رو تقسیم بندی کردیم که در عصر توحش ما با گروه های انسانی روبرو هستیم که رابطه های زیستی است. در عصر کشاورزی یا تمدن ما با اجتماعات انسانی روبرو هستیم. در عصر صنعتی ما با جوامع انسانی روبرو هستیم و در عصر شبکه هم ما با جوامع اجتماعی روبرو هستیم. جوامع اجتماعی. این بحثا رو داشتیم. امروز میخوایم بحث آزادی رو مطرح کنیم، ببینیم که تمدن بشری از منظر جامعه بشری از منظر آزادی به کجا رفته. چرا من این بحث رو جدی میبینم و مطرح میکنم؟ چون به اعتقاد من یکی از تعالیف توسعه اینه که انسان به تدریج در مسیر شکوفایی قرار بگیره و ظرفیت‌های وجودی شکفته بشه، چه ظرفیت‌های ژنتیک جسمیش، چه ظرفیت‌های سیناپسی ذهنیش و چه ظرفیت‌های قلبی و روحیش، روانی و روحیش. اینها باید شکفته بشه، به یک ابر انسان برسه. همان گونه که طبیعت در حال بسته، کل خلقت در حال بسته، کیهان در حال انبساطه، بشر هم چی؟ بشر هم ظرفیت‌هاش به سمت انبساط میره. بنابراین
نقطه غایی حرکت جامعه بشری به سمت شکفتگی کامل ظرفیت‌های انسانی است که این شکفتگی البته محدودیتی نداره که یه جایی بگیم تمام میشه، چون انسان با هر شکفتگی ظرفیت شکفتگی جدیدی ایجاد میکنه. با هر شکفتگی ظرفیت جدیدی، به این خاطر محدودیتی نداره. ما با هر شکفتگی راه رو برای شکفتگی بعدی باز میکنیم. دقیقاً رابطه جهل و علمه. اون چیزی که ما بهش میگیم گسترش علمی نیست، گسترش جهله. شما یک فضای بزرگی رو در نظر بگیرید که بهش بگیم فضای جهل. یه صفحه کاغذ رو در نظر بگیرید، اسمش رو میذاریم فضای جهل. ما یک نقطه سفید در وسطش انتخاب میکنیم، یک کاغذ سیاه رو در نظر، یک نقطه سفید، میگیم یک کمی دانش پیدا کردیم. بعد سعی میکنیم این نقطه سفید رو هی گسترشش بدیم، میگیم هی ما دانشمون داره بیشتر میشه و ظاهرا فضای جهل کمتر میشه. ولی برعکس، ما با هر بار که این دایره علم رو بزرگش میکنیم، محیط دایره بزرگتر میشه، نقاط تماس این محیط با فضای جهل بیشتر میشه، پس سوالات ما بیشتر میشه و جهل ما بیشتر میشه. در واقع رشد علم به این معنی است، رشد علم ما به جهل ما. رشد علم نیست، رشد علم ما به جهل ماست، چون دایره علم تماسش با فضای جهل بیشتر میشه و چون فضای جهل بی نهایته، هرچه این دایره علم بزرگتر بشه ما با سوالات بیشتری روبرویم و در واقع علممون به جهلمون بیشتر شده. بنابراین ما هیچگاه به علم کامل نمیرسیم، ما دائما داریم در فضای جهل پیشروی میکنیم و علممون به جهلمون بیشتر میشه. این رو برای این گفتم که بگم شکفتگی بشری که همینه دیگه. اون دایره علم شما بگیرید شکفتگی بشری، انسان با رشدش، رشد فناوری، رشد علم، رشد شخصیت، رشد اخلاق، رشد همه چیز، رشد معنوی و غیره، در واقع داره شکفته میشه. ولی با هر شکفتگی سوالات جدیدی و فرصتهای جدیدی برای شکفتگی خودش پیدا میکنه و متوجه میشه که او چقدر عرصه های جدیدی رو باید تسخیر بکنه که هنوز نکرده، چقدر هنوز ضعف داره. بنابراین به این منظر من توسعه رو به مفهوم فرایندی که آرام آرام شکفتگی بشر بیشتر میشه، انسان هم به عنوان فرد و هم به عنوان جمع داره شکفته تر میشه، یعنی ظرفیت های بالقوه وجودیش داره باز میشه، جسمیش، ذهنیش، روحی و روانیش داره شکفته میشه. در واقع اگر آخر از زمانی متصور باشه، این فرایند تکاملی است که به اون نقطه میرسه. میدونید که در تفکر شیعه برخی از عارفان، این حتی عارفان غیر شیعه در تفکر اسلامی معتقد بودن اون آخر از زمانی که در احادیث پیامبر هست فرایند تکاملی است که انسان گام به گام میرسه به اون جایی که آماده ظهور یک ابر انسانه، چه در قامت یک فرد چه در قامت یک جامعه. انسان میرسه به نقطه‌ای که در مقایسه با جوامع بدوی ابر انسان محسوب میشه و قدرت‌های خدایگون داره و قدرت خلق داره و قدرت کنترل داره. این هم یک نگاه و تفسیر از برداشت آخر از زمان. بنابراین توسعه با این دیدگاه به معنی اینه که انسان تا بی نهایت یک مسیر شکفتگی داره، اما برای تسخیر این مسیر شکفتگی الگوها و تجربه ها و روش های متفاوتی رو طی کرده. برخی موفق بوده، برخی ناموفق. 700 سال عصر حاکمیت کلیسا بر اروپا که بهش میگیم عصر اسکولاستیک، عصری که کلیسا بر علم و اسکولها و مدارس هم حاکم بود، یا بهش عصر جهل و عصر تاریکی هم گفته میشه، ویلدوراند عصر تاریکی گفته. این 700 سال بشر 700 سال رفت و هزینه داد تا آخر متوجه شد که این مسیر اشتباهه، بستن مسیر علم، بستن مسیر عقل، این که علم و عقل رو تعطیل بکنی و همه رو به کتاب مقدس
ارجاع بدیم. گالیله رو بگیم اگر میخوای گردش ستاره ها رو توضیح بدی باید با کتاب مقدس توضیح بدی. بشر این راه رو رفت فهمید که اشتباهه. بنابراین تجربه بشری تجربه رفتنها و برگشتنها بوده تا آرام آرام روی این پلکان تاریخ گام‌های کوچولو کوچولی به سمت شکفتگی نهایی برداره. بنابراین اگر این تعریف من از توسعه رو بپذیریم که توسعه یعنی مسیری که بشر رو به شکفتگی بالاتر و بالاتر و بالاتر میرساند، اون وقت بحث آزادی اینجا موضوع پیدا میکنه. اینجا شکفتگی یعنی انسان در عرصه‌های مختلف جسمی، ذهنی، روحی و روانی قدرت انتخاب بیشتری پیدا میکنه. همون گونه که وقتی یک انسان در بعد معنوی میره بالا خلاقیت ها و قدرت هایی پیدا میکنه که بقیه ندارند، دست کمش اینه که میتونه در برابر وساوس نفسانی مقاومت کنه و این نوعی انتخابه، نوعی آزادی عمله در مقابل یک معتاد که هیچ راهی نداره جز اینکه انتخاب بکنه این مواد رو مصرف کنه. همون گونه که در حوزه معنوی این هست، در حوزه مادی ما با تکنولوژی قدرت انتخابمون رو بالا میبریم. در حوزه عقلی و دانش ما با رشد عقلی و دانش انتخاب هامون رو در برابر زندگیمون بالا میبریم. بنابراین با این تعریف از توسعه، آزادی اون وقت معنا پیدا میکنه. میشه شاید به یه معنایی، اگر حالا من معنای آزادی رو در موسع ترین مفهومش میگم، متوجه میشیم که توسعه یعنی آزاد شدن بشر. توسعه یعنی آزاد شدن بشر از محدودیت‌های طبیعی، سیل و زلزله و بیماری و جاذبه و سرما و گرما. آزادی از محدودیت. توسعه یعنی آزادی از محدودیت‌های اجتماعی. این که من آزادی مذهب داشته باشم، آزادی بیان، آزادی ازدواج، آزادی مهاجرت، آزادی شغل، آزادی مسکن، آزادی انواع آزادی‌های اجتماعی. یا یک نگاه دیگه، توسعه یعنی آزاد شدن بشر از بخت آزمایی ها و تصادف های طبیعی. مثالش همون سیل و زلزله بود. یا بخت آزمایی ها و تصادفات اجتماعی، اینکه در یک شورش من زندگیمو از دست بدم، در سقوط بورس زندگیمو از دست بدم، در یک تصادف توی خیابون از کار افتاده بشم و زندگیمو از دست بدم. توسعه یعنی اینها رو ما کاهش بدیم. سرما رو، گرما رو، قدرت سیل رو، قدرت زلزله رو، قدرت بیماری رو، قدرت تصادف رو، قدرت سقوط بورس رو، قدرت حاکمیت یک جبار رو، اینا رو همه رو کاهش بدیم. اینا قدرت هایی هستن که برای بشر محدودیت و تصادف میارن، یعنی زندگی رو از اطمینان خارج میکنن. به عبارت دیگه اطمینان بخشی. پس اطمینان بخشی به زندگی و آزادی دو روی سکه هستن. هرچه من قدرت انتخابم بره بالا، یعنی مطمئن‌تر میتونم زیست بکنم. خب با این نگاه بنابراین من میام و مسئله تحولات آزادی رو در این 4 عصر بشری نگاهی میکنم. خب قبلش من باید مفهوم آزادی رو برای شما در واقع روشن بکنم و بعد وارد اون بحثم بشم. من اول آزادی رو از منظر آیزای برلین تقسیم بندی نیکویی کرده براتون میگم و بعد هم نوع دیگری از آزادی رو که آمارتیا سن کرده براتون مطرح میکنم و عرض کنم که وارد بحث اصلی میشم. دقت کنید، آزادی و عدالت از قدیمی ترین آرمان های بشری بوده. یعنی بشر تا بوده یا برای آزادی مبارزه کرده یا برای عدالت. حاکمان یا برای گرفتن آزادی مردم اقدام کردن یا برای ناعادلانه کردن ثروت و قدرت در جامعه. بنابراین حرکت از سوی جامعه برای آزادی بوده و برای ایجاد عدالت. حرکت از سوی حاکمان برای سلب آزادی بوده و برای کاهش عدالت. حالا در سده اخیر این تغییر کرده در میان حاکمان، ولی ذات حکومت اینه که قدرت منحصر بشه، تجمع پیدا بکنه، ثروت منحصر بشه. بنابراین کل بازی بشری، کل زندگی بشری عبارت است از تلاش مستمر برای کسب آزادی و کسب عدالت. تمام نظریه پردازی های فلسفی و سیاسی در تاریخ بشر در جهت این دوتا بوده. الان میخوام بگم که عدالت هم نوعی آزادی است.
وقتی شما میگی من دنبال عدالتم، یعنی میخوام انسانها رو از گرفتاری فقر آزاد بکنم، از گرفتاری تبعیض آزاد بکنم. فقر، خانواده‌ای که فقیره بسیاری از آزادی ها رو نداره. میخواد مسافرت کنه نمیتونه، میخواد خونه خوب داشته باشه نمیتونه، میخواد با سواد بشه دانشگاه بره نمیتونه، پس آزادی نداره. بنابراین عدالت هم یعنی دادن آزادی هایی که فقرا ندارن، که کسانی که دست پایین دارن ندارن. پس عدالت هم تلاشی است برای تحقق برخی از آزادی ها. بنابراین وقتی من میگم آزادی، یعنی تو دلش عدالت هم هست. حتی اگر نگاه عارفان اسلامی یا حتی عارفان جهانی رو نگاه کنیم، مثل بودا و غیره و غیره، اینها هم که تمام تلاششون زدودن بشر از رذائل نفسانی بوده، دعبشون این بوده که رذیلت نفسانی آزادی عمل تو رو میگیره. تو وقتی که بنده شهوت دنیا میشی، بنده قدرت میشی، بنده ثروت میشی، آزادی تو از دست میدی، قدرت انتخاب تو از دست میدی و دیگه نمیتونی یک انسانی باشی که بتونی گزینه‌های متعدد رو نگاه کنی. تمام نورافکن‌ها و دوربینت و عینکت به سمت چیه؟ تجمیع ثروت، تجمع ثروت، تکثیر ثروت، تکثیر قدرت. بنابراین تو آزاد نیستی، تو در بند اینی که دائما حساب بانکی تو پر بکنی، تو اسیری. پس حتی در واقع اخلاق و معنویت هم به نوعی کارشون چی بوده؟ آزاد کردن بشر که بتونه ظرفیت‌هاشو شکفته کنه. پس با این نگاه عدالت و معنویت هم بخشی از تلاش بشر برای آزادیه. با این نگاه بنابراین ما میتونیم بگیم کل زندگی بشر، کل تلاش بشر، تلاش برای آزادی بوده. حالا میخوایم ببینیم که در 4 دوره تاریخ بشر تحولات آزادی چی بوده. در گام اول ببینیم که تقسیم بندی آیزای برلین از آزادی چیه. برلین آزادی رو به 2 دسته، من توصیه میکنم به دانشجوهای عزیز که این کتاب رو حتما بخونن. کتاب عنوانش هست، اگه اشتباه نکنم، درباره آزادی، آیزای برلین ترجمه شده. کتاب میگه که انسان با 2 نوع آزادی روبروست، آزادی های پازیتیو و نگاتیو. ترجمه کردن مثبت و منفی، به نظرم اگر ترجمه میشد سلبی و ایجابی، ایجابی و سلبی، برای پازیتیو ایجابی، برای نگاتیو سلبی بهتر بود. ولی حالا ما اگر گفتیم آزادی منفی، منفی اینجا به معنی بد بودن نیست، به معنی نفی کردنه. یعنی آزادی هایی که حاصل نفی کردنه اگر میگیم منفی. حالا اگر من گاهی منفی به کار بردم، اینجوری نگاه کنید، منفی به معنی بد بودن نیست. میگه که انسان 2 دسته آزادی داره، آزادی های ایجابی و سلبی. آزادی های اول سلبی رو میگم یا منفی رو. آزادی های سلبی آزادی هایی هستن که با نفی کردن به دست میان، با نگفتن ها به دست میان، با برداشتن ها، با حذف کردن ها به دست میاد. اینکه زندانی از زندان آزاد بشه، دیوار زندان رو براش برداریم، میشه آزادی منفی. اینکه ما ممنوعیت مهاجرت رو برداریم، میشه آزادی منفی یا آزادی سلبی. اینکه ما ممنوعیت، عرض کنم که تغییر دین رو برداریم، میشه دادن آزادی سلبی. انواع ممنوعیت هایی که جامعه باش رو، انسان ها باش رو برو هستن، در واقع برداشتن موانع و مرزها، میشه آزادی های سلبی. این یه دسته از آزادی هاست که بشر باهاش رو به روست. دسته دیگر آزادی ها، آزادی های ایجابی یا مثبته. یعنی آزادی هایی که من خودم میتوانم انتخاب بکنم، من میتوانم. به عبارت خود برلین میگه آزادی های اول آزادی ازه، آزادی از زندان، آزادی از حاکمان مستبد، آزادی از مهاجرت. من
که از ممنوعیت مهاجرت، آزادی از انواع محدودیت ها. بنابراین آزادی سلبی یا منفی آزادی ازه. آزادی مثبت یا ایجابی آزادی دره، یعنی آزادی هایی که من کسی ممنوعم نکرده، من خودم نمیتونم و نتونستم داشته باشم، خودم باید کسبشون کنم. مثلا وقتی که من فقط یک زبان بلدم، خب طبیعی است که فقط شغلایی رو میتونم انتخاب بکنم که در زبان فارسی قابل استفاده است. بنابراین من شغلایی که نیاز به زبان انگلیسی داره رو نمیتونم انتخاب بکنم، یک محدودیت دارم. ولی اگر من زبان انگلیسی بلد باشم میتونم مشاغلی رو هم که در اونها زبان انگلیسی لازمه اشتغال پیدا کنم، انتخاب بکنم. پس دانستن زبان به من آزادی انتخاب میده، اینو بهش میگم آزادی ایجابی. یا اگر مثلا من بی سواد باشم، خب شغلای خاصی رو میتونم انتخاب بکنم. همه شغل‌ها در انتخاب آزاد نیستم که هر شغلی. من اگر بی سواد باشم دیگه اپراتور کامپیوتر نمیتونم باشم، دیگه خلبان نمیتونم بشم. بنابراین سواد به من آزادی میده، آزادی انتخاب میده. اینو میگیم آزادی‌های ایجابی. به همین ترتیب اگر من مثلا دارای نقص عضو باشم، خب یه سری از مشاغل که با اون نقص عضو نمیشه انجام داد من نمیتونم انتخاب کنم. ولی وقتی میرم جراحی میکنم، اون مشکل رو حل میکنم، حالا میتونم یه سری مشاغل جدید رو انتخاب. پس همه نداشتنهایی که ما را از انتخاب هامون محدود میکنه میشه عدم آزادی های ایجابی یا عدم آزادی های مثبت، یا در واقع آزادی در. من در انتخاب شغل آزاد نیستم، وقتی سواد ندارم در انتخاب شغل آزاد نیستم. این دسته‌بندی آیزای برلینه. خب آزادی‌های سیاسی معمولاً متمرکز بر چیه؟ آزادی‌های منفیه و متاسفانه معمولاً توی همه جوامع به طور خاص امروز در جامعه ایران همه نورافکن‌های ما و توجه ما به سمت چیه؟ چرا ما آزادی سلبی نداریم؟ چرا من آزادی چی ندارم؟ مثال میزنم برای خانم‌ها الان یه مسئله است که من چرا آزادی حجاب ندارم. بعدش تو آزادی حجاب نداری، قبول، ولی آیا این تنها آزادیه که تو نداری؟ و آیا لازمه تمام انرژیت رو، تمام وقتت رو صرف این یه آزادی بکنی؟ آیا تو بقیه آزادی ها رو داری؟ آیا قابلیت های لازم رو داری در این جامعه که بتونی فرصت های متعدد رو انتخاب بکنی؟ چرا همه انرژیت رو میخوای بر این یکی بذاری؟ انرژیت رو تقسیم بکن بر کسب آزادی های دیگر. تو اگر یک زبان خارجی یاد بگیری، 10 برابر حجاب، 10 برابر آزادی حجاب به تو آزادی انتخاب میده. ولی تو توجهت اینجاست. نمیگم تلاش نکنن زنا برای آزادی پوشش ها، نمیگم اینو، میگم دقت کنید بعضی وقتا ما انرژی بیجا میذاریم برای برخی از آزادی ها. الان جوانان ما اصلی ترین تمرکزشون بر اینه که چرا من آزادی های سلبی رو ندارم، چرا آزادی سیاسی ندارم. آیا تو بقیه آزادی ها رو داری؟ بقیه توانمندی ها رو داری؟ بقیه قدرت های انتخاب رو داری؟ پس انرژی تو تقسیم بکن. اگر تو تاریخ نمیدانی، آزادی انتخاب نداری. وقتی تو تاریخ رو میخونی، حالا میتونی درباره مسائل مختلف فکر بکنی و انتخاب بکنی مسیر زندگیت رو. انتخاب بکنی تو چه مسیری میخوای تلاش اجتماعی بکنی. ولی وقتی تو تاریخ نمیدونی، فقط 40 سال گذشته که زندگی کردی و میدونی، تمام تصمیماتت بر اساس این 40 سال، فلانی بده، فلانی خوبه، فلانی بده، پس بازی تو بر اساس این 40 نفر میچینی که میشناسی. ولی وقتی تو تاریخ رو میخونی و صدها تجربه تاریخی رو میبینی، احساس میکنی، بعد انتخابت بر اساس صدها واقعه تاریخی خواهد بود، بر اساس هزاران سال تجربه بشر خواهد بود، نه بر اساس 40 سال عصر جمهوری اسلامی. اون وقت متفاوت عمل میکنی. اگر شما تحولات تاریخ بشر رو، تمدن بشر رو ببینید، بعد احساس نمیکنید که اگر فلانی رفت و فلانی اومد همه چی حل میشه. متوجه میشید که نه، فلانی هم بره فلانی هم بیاد چیزی حل نمیشه. بنابراین انرژی هات رو، وقتت رو صرف این که فلانی بره فلانی بیاد نمیکنی و به تو قدرت انتخاب میده. بنابراین تمام اون چیزهایی که به ما قدرت انتخاب میده،
از درون نه از بیرون. آن چیزهایی که از بیرون به ما قدرت انتخاب میشه آزادی های سلبی یا منفی. آن چیزهایی که از درون به من قدرت انتخاب میده میشه آزادی های مثبت یا ایجابی. و این یه مسئله است که بیشتر ما توجهمون و انرژی هامون رو مصروف آزادی های سلبی میکنیم و توجهمون از آزادی های ایجابی عرض کنم که غفلت می‌ورزیم در واقع. خب حالا میخوام این ایده آیزای برلین رو با ایده آمارتیا سن ترکیب بکنم. آمارتیا سن اقتصاددان برنده جایزه نوبل، سالش رو الان یادم نیست، که شاید مهمترین کتابش توسعه به مثابه آزادی یا توسعه یعنی آزادی، 2-3 تا ترجمه به فارسی هست که این جلدی که اسمش هست توسعه یعنی آزادی ترجمه بهتری است. اگر دوستان خواستن تهیه کنن ترجمه دکتر سعید نوری نائینی باید باشه. خب آیزای برلین چی میگه؟ میگه توسعه یعنی توسعه فرصت‌ها و قابلیت‌ها. توسعه یعنی توسعه فرصت‌ها و قابلیت‌ها. میگه انسان از یه طرف باید فرصت‌های انتخابش زیاد بشه و شما در مسیر توسعه ساختار سیاسی باید تحول پیدا بکنه تا فرصت‌های یا ساختار اجتماعی و اقتصادی تا فرصت‌های انتخاب بیشتری به افراد بده. از اون طرف خود افراد هم باید توسعه پیدا بکنن، سرمایه انسانیشون، دانششون، مهارتشون تا قابلیت‌هاشون بالا بره که خودشون قدرت انتخاب داشته باشن، نه از بیرون بهشون فرصت بدن. بنابراین توسعه در عبارت ایشون روندی از تاریخ بشره که به تدریج فرصت‌های انسان رو افزایش میده و قابلیت‌هاش رو. حالا دقت کنید دقیقاً این تعریفه. این 2 تا کتاب با فاصله 30-40 سال نوشته شده و آیزای برلین خیلی زودتر این بحث رو نوشته. من احتمال خیلی زیادی میدم که آمارتیا سن ایده آیزای برلین رو دیده باشه و استفاده کرده باشه. این 2 تا عین همه. آمارتیا سن میگه توسعه فرصت‌ها و قابلیت‌ها. فرصت‌ها رو باید جامعه بده، قابلیت‌ها رو من باید خودم کسب بکنم. آیزای برلین میگه آزادی عبارت است از آزادی سلبی، برداشتن موانع که هر مانعی رو برداری فرصت میدی به یه عده‌ای، و افزایش توانمندی هایی که تو بتونی خودت آزاد باشی برای انتخاب، قابلیت داشته باشی. بنابراین دقیقاً فرصت های آمارتیا سن مطابق آزادی منفی، آزادی سلبی آیزای برلینه و قابلیتش مطابق آزادی مثبت یا ایجابی است. بنابراین با ترکیب این 2 تا من اینجوری میگم که توسعه عبارت است از افزایش همزمان آزادی های مثبت و منفی، افزایش همزمان آزادی های سلبی و ایجابی، افزایش همزمان فرصت ها و قابلیت ها. هر جامعه ای که در این مسیر حرکت کنه در مسیر توسعه است. توسعه یافتگی معنی نداره، در مسیر توسعه بودن معنی داره. توسعه یک نقطه نیست که ما بگیم بهش رسیدیم، توسعه یک رونده. بنابراین هر جامعه‌ای که به نقطه‌ای برسه که به طور مستمر آزادی‌های مثبت و آزادی‌های منفی با هم رشد بکنه، این جامعه داره توسعه پیدا می‌کنه. هر جای توسعه روی ریل توسعه است. در واقع توسعه 2 ریل دارد، ریل آزادی‌های سلبی یا فرصت‌ها و ریل آزادی‌های ایجابی یا قابلیت‌ها. اگر قطار جامعه‌ای روی این 2 ریل قرار گرفت و مستمرا این 2 تا آزادی رشد پیدا کرد، اون جامعه در جهت توسعه قرار داره. حالا البته جوامع توی این 2 تا آزادی عقب و جلوان. برخی از جوامع خیلی آزادی‌های منفی یا سلبیشون رو زیاد میکنن، اونا کمتر با سرعت کم. برخی از جوامع اینو زیاد میکنن، اونو کمش میکنن. مثلا چینی‌ها در 30 سال گذشته آزادی‌های مثبت رو، قابلیت‌ها رو خیلی بردن بالا. جامعه چین رو از یه جامعه بیسواد فقیر
به یک جامعه‌ای که الان صادرکننده متخصص به همه دنیا تبدیل کرده. الان در کانادا دومین جمعیت کانادا چینی‌ها هستن. یعنی بعد از اروپایی هایی که سفیدایی که مهاجرت کردن به کانادا، در یه دوره‌ای سفیدا بودن و بومی های کانادا، جمعیت اول سفیدا بعد بومی های کانادا. الان جمعیت بالا مال سفیدای اروپایی است و بعد چینی ها. یعنی حتی تعداد بومی های کانادا کمتر از چینی ها شده. یعنی چنین جمعیت شده. اینا هم فرار نکردن ها، اینا میرن چین، برمیگردن پول میبرن چین، اومدن اشتغال پیدا کنن، پول ببرن. بنابراین چین در 30 سال گذشته جامعهش رو از یه جامعه فقیر ناتوان به یک جامعه توانمند تبدیل کرده. چی داده بهشون؟ قابلیت داده، فقرا رو غنی کرده، سرمایه انسانی رو برده بالا، ولی آزادی سلبی نداده. آزادی سلبی نداده، فرصت‌های سیاسی اجتماعی نمیدونم اینا کم داده. یعنی به سرعت این آزادی رفته بالا، این خیلی با رشد کمتری. چین اگه بخواد به یک کشور توسعه یافته تبدیل بشه، باید آزادی‌های سلبیش هم برسونه به آزادی‌های ایجابیش تا ما بگیم این کشور متعادل داره توسعه پیدا میکنه. اگه این شکاف اینجوری بمونه، اون وقت مردم خسته میشن، چون قابلیت دارن آزادی ندارن، قیام میکنن، شورش میکنن، انقلاب میکنن، این دستاوردها رو هم از بین میبرن. دستاوردهای مثبتی هم که حالا دارن با نابود کردن تمدنشون از بین میبرن. چین اگه بخواد انقلاب نشه، شورش نشه، نابود نشه، باید آزادی‌های سلبیشو بیاره در معرض آزادی‌های ایجابی و برابر بشه. حالا عرضم این بود که جوامع سرعت و کندی دارن در مورد این دو نوع آزادی. بعضی از جوامع آزادی سیاسی، آزادی‌های سلبی فراوان دادند، فرصت‌ها رو زیاد دادن، ولی قابلیت‌ها به اندازه کافی رشد نکرده. قابلیت‌ها همچنان پایینه. نمونهش هنده. هند یک جامعه کاملا آزاده، واقعا یکی از پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های دنیاست. بالاخره بخشایی از هند مردم فقیرن، عقب ماندن، ولی مجموعه ساختار سیاسی هند بسیار به لحاظ دموکراسی پیشرفته است. پس انواع آزادی ها رو داره، انواع آزادی ها رو، آزادی های بیش از آنچه که در غرب وجود داره در هند وجود داره. بگذریم از اینکه بعضی وقتا تعارضات مذهبی بین مردم پیش میاد، ولی به لحاظ نظام سیاسی آزادی هایی که در هند هست من معتقدم بسیار بیشتر از غربه، چون بسیاری از کارا رو در هند میشه کرد، در غرب نمیشه کرد. خب اینو داشته باشید، ولی در هند قابلیت ها رشد نکرده. حالا مقصر کسی نمیتونیم بگیم مقصر کسی بوده. هندی ها فقیر بودن، جمعیت روستایی بوده، حجم جمعیت 1,200,000,000 نفر، قابل مدیریت نبوده، همین قدرش هم خیلی پیشرفت کرده، همین، ولی سرعت این دوتا یکی نبوده. یعنی بعد از آزاد شدن هند از استعمار انگلیس، آزادی های سلبی به سرعت رشد کرد، ولی قابلیت های آزادی های ایجابی خیلی کند. هنوز میلیون ها نفر در هند بی سوادن، هنوز 10 میلیون نفر در هند بی سوادن، هنوز بسیاری از روستاهای هند مدرسه نداره. بنابراین این دوتا، هند اگر بخواد قدرت جهانی بشه باید اینو برسونه به این یکی. اگه هند برسونه حتما میشه یه قدرت جهانی. پس سرعت کشورها در مورد نوع آزادی هایی که به جامعهشون دادن متفاوت بوده. مثلا مشکل جامعه ما در زمان شاه همین بود که قابلیت ها رو ما ظرف مدت کوتاهی، هم در زمان شاه هم جمهوری اسلامی، ظرف مدت کوتاهی جمعیت روستایی، جمعیت کشور با سواد شدن، بخش زیادیشون سواد به سرعت رفت بالا، روستایی ها به سرعت مهاجرت کردن به شهرها، درست شد، فرصت های فراوانی ایجاد کردیم. عرض کنم که کارگرا رو از زمین های کشاورزی، از زمین های ملاکین آزاد کردیم، ولی قابلیت نداشتیم. درست شد، قابلیت ها بالا نرفت. ببخشید برعکس دارم میگم. آزادی های قابلیت رو دادیم، سواد دادیم، دانشگاه آوردیم، روستایی رو شهرنشین کردیم، کارگرا رو آزاد کردیم، حالا دیگه به زمینش وابسته نیست، میتونه بره کارخونه. اینا قابلیته که اینا رشد کردن، ولی آزادی های سلبی رو ندادیم، آزادی های سیاسی رو ندادیم. این شکافی ایجاد شد، جامعه انقلاب کرد. اینو میخواست به دست بیاره، اینم از بین برد. حالا از بین برد یعنی بالاخره آسیب زد، به روند رشد قابلیت ها آسیب زد.
بنابراین این شکاف ها همیشه خطرناکه. پس جوامع مختلف ممکنه با سرعت‌های متفاوتی رشد بکنن، با سرعت‌های متفاوتی، اما نهایتاً توسعه یعنی رشد همزمان این دو آزادی. جمهوری اسلامی دقیقاً همون در واقع خطای رژیم شاه رو کرد دیگه. قابلیت‌ها رو برد بالا، خانم‌ها رو همه رو فرستاد دانشگاه. خب قابلیت خانم‌ها رفته بالا، حالا آزادی بهشون نمیده. و این شکاف مسئله ایجاد کرده. خب پس داستان توسعه یعنی حرکت همزمان این دو آزادی. من برای خودم برای این دو تا آزادی دو تا اسم گذاشتم که به نظرم گویاتر از دو تا اسامی است. آزادی‌های داشتنی و آزادی‌های دادنی. آزادی‌های ایجابی و سلبی رو من اینجوری میذارم، یعنی قابلیت‌ها و فرصت‌ها رو. آزادی‌های داشتنی، آزادی‌های دادنی. خب اما حالا با این نگاه در مورد آزادی و این تعریف از توسعه که یعنی افزایش همزمان آزادی‌های داشتنی و دادنی، ببینیم 4 عصر تاریخ بشر این آزادی‌ها درش. پس هدف امروز ما داریم با این نگاه میریم. من این تقسیم بندی رو با این نگاه دارم انجام میدم که هدف شکفتگی انسانه. نهایتاً از توسعه هم هدف اینه که انسان شکفته بشه. هدف شکفتگی انسانه. حالا این شکفتگی انسان با 2 تا بال به دست میاد. این 2 تا بال آزادی‌های داشتنی و آزادی‌های دادنی است. و توسعه بنابراین یعنی افزایش همزمان و متناسب آزادی‌های داشتنی و آزادی‌های دادنی. این تعریف منه. حالا با این نگاه روند تحولات تاریخ بشر رو نگاه کنیم، ببینیم که چگونه حرکت کرده. جامعه شکار یا عصر توحش، اون 40,000 سالی که قبل عصر کشاورزی ما تجربه داشتیم، اونجا آزادی‌های داشتنی یا قابلیت‌ها بسیار پایین بود. بشر قابلیت‌هاش در حد دستش بود و دست و پاش که فرار کنه، دستش که سنگ رو پرتاب بکنه یا نیزه رو بزنه. قابلیت‌هاش در حد همین 2 تا بود، فرار کنه و با دستش دفاع کنه، سنگ رو بزنه، نیزه رو بزنه، شکار کنه. دیگه قابلیتی نداشت، نه در برابر سرما، نه در برابر گرما، نه در برابر بیماری، نه در برابر فاصله، نه در برابر ناامنی حیوان و الی آخر. پس آزادی‌های داشتنی یا ایجابیش یا قابلیت‌هاش بسیار پایین بود. اگر یک نفر از گروه 20 نفره‌ای که گفتم براتون که در عصر توحش گروه‌های انسانی بیش از 20 تا 30 نفر نمیتونستن باشن، هنوز ذهنشون توانایی این که بیش از 20 نفر رو مدیریت کنه نداشتن. بعداً بشر از وقتی که در واقع تونست داستان‌های اجتماعی بسازه، تونست بیش از 20 نفر رو. در واقع تا اون زمان ما در واقع به اندازه میمون‌ها میتونستیم جامعه داشته باشیم. خب به محض اینکه یک نفر از گروه 20 نفر جدا میشد میمرد. به تنهایی امکان دفاع در برابر حیوانات وحشی از خودش نداشت، در برابر سرما و گرما نداشت. مثل خیلی از حیوانات اجتماعی که اگه تنها بیفتن میمیرن. شما یه زنبور عسل رو از کندوش جدا کن، ببر توی طبیعت رهاش بکن، یه فاصله ای که نتونه برگرده توی کندو میمیره. فقط با جمع زنده است. و حیواناتی که اجتماعی هستن اصولا اینجوری هستن. بنابراین در عصر توحش آزادی منفی، آزادی ایجابی یا آزادی‌های داشتنی یا قابلیت‌ها بسیار پایین بود. در مقابل آزادی منفی بی‌نهایت بود. هیچ محدودیتی نبود. هر جوری دوست داره فکر کنه، هر جایی دوست داره بره، از هر چقدر میخواد غذا بخوره، هر چی میخواد مالکیت برای خودش درست کنه. از این کو تا اون کو مال من، کسی باید کاری نداره، همش مال تو. این رودخونه همش مال تو، کسی باید کاری نداره. هر اعتقادی میخوای داشته باشه، یکی سنگو میپرسته، یکی چوبو میپرسته، یکی حیوان رو میپرسته، کسی. بنابراین آزادی منفی الا ماشاءالله بدون محدود، آزادی مثبت یا قابلیت ها یا آزادی های داشتنی حداقل ممکن. در جامعه کشاورزی یا عصر تمدن اصلا ما برای اینکه
در واقع قابلیت هامون رو ببریم بالا، آزادی های ایجابمون رو ببریم بالا، نشستیم و شروع کردیم کشاورزی کنیم که انرژی کسب کنیم، نخواهیم دنبال غذا بریم. حالا وقت آزاد داشته باشیم، انرژی داشته باشیم، غذا ذخیره داشته باشیم، بشینیم قابلیت هامون رو ببریم بالا، صنعت درست کنیم، ابزار بسازیم، خانه بسازیم، معماری بسازیم، هنر رو ایجاد بکنیم. پس در عصر کشاورزی یا در عصر تمدن ما تمام تلاشمون بر قابلیت ها یا افزایش آزادی های داشتنی بود و به همین خاطر باید اجتماعی زندگی میکردیم و آزادی های منفیمون کم شد. اون آزادی یلوره هایی که در عصر توحش داشتیم اومد کم شد. خانواده اومد، حکومت اومد، دین اومد و هی ما رو شهر اومد، سنت ها و فرهنگ اومد و هر کدوم از اینا با اومدنشون ما رو محدود کردن. فرصت های ما رو محدود کردن، انتخاب های ما رو محدود کردن، ما رو در قالب سنت و فرهنگ و آیین و دین و حکومت و سیاست و همه محدود کردن. بنابراین عصر تمدن عصر کاهش منظم چیه؟ آزادی های منفی یا آزادی های دادنی است تا همین آخر. کجا تمام شد؟ با فرو ریختن عصر کلیسا، عصر اسکولاستیک، تا پایان قرن 15 میلادی. درست شد؟ اونجا فرو ریخت. با فرو ریختن روم شرقی، با فرو ریختن تمدن بیزانس، فرو ریخت دنیای جدید از اون وقت شروع شد تا وقتی که کلیسا در واقع حاکمیت کلیسا دیگه جایی بود که همه آزادی ها رو گرفته بود دیگه. به گالیله میگفت حق نداری بگی که زمین مرکز عالم نیست، حق نداری بگی زمین دور خورشید میچرخه، باید بیای توی کتاب مقدس ببینید چی میگه. اینقدر آزادی، یعنی شما حتی حق نداشتی راجع به فیزیک تحقیق بکنی. ببین آزادی چقدر محدود شده بود. بنابراین در تمام عصر تمدن کارکرد عصر تمدن این بود که عصر جامعه کشاورزی که قابلیت ها رو میبرد بالا و آزادی های داشتنی رو، ولی آزادی های دادنی و سلبی رو می آورد پایین. این حرکت علاکلنگی. منتها عصر کشاورزی ویژگیش این بود که قابلیت ها رو در یه دوره سریع برد بالا، بعد خیلی آرام. یعنی شما در 10,000 سال عصر کشاورزی قابلیت ها اینجوری با شیب بسیار کند میره بالا، خیلی آرام میره بالا، ولی آزادی های سلبی با سرعت میاد پایین. یعنی حالت یک یو مانند یه فنجانی که اینا به سرعت میاد پایین، اینا به سرعت، اینا آرام میره بالا، اینا خیلی آرام میره بالا، اونا به سرعت میاد پایین. یه فنجان مانندی تشکیل میشه از دو نوع آزادی. این تعادلی بود که در عصر تمدن ایجاد شد تا فرو ریخت عصر تمدن و ما وارد عصر دنیای صنعتی شدیم یا عصر توسعه. در عصر توسعه هر دو تا آزادی رشد میکنه. توسعه که میاد، صنعت که میاد، ما رو از مکان آزاد میکنه با سرعت، ما رو از گرفتاری انرژی آزاد میکنه با چی؟ با تولید انبوه انرژی، با ماشین بخار، با نفت. ما رو از فروبستگی در جامعه خود ایجاد ارتباط میکنه بین جوامع، حرکت رو با قطار و اتومبیل تسریع میکنه. بنابراین قابلیت های ما رو با فناوری میبره بالا، با علم میبره بالا. عصر صنعتی قابلیت های یا آزادی های داشتنی ما رو میبره بالا به سرعت زیادی. اما در کنارش آزادی های سلبی یا دادنی رو هم آرام آرام میبره بالا، آرام آرام میبره بالا. این اواخر عصر صنعتی بود که آزادی های دادنی یا سلبی به سرعت رفت بالا. در نیمه دوم قرن 20 بود. اگه همه جوامع رو ببینیم ما ممکنه در یه جامعه مثل آمریکا نه، از قرن 19 این وضعیت بود در آمریکا. آزادی های دادنی یا سلبی به سرعت رفت بالا. ولی اگر کل جامعه جهانی رو ببینیم، کل بشریت رو ببینیم، آزادی های قابلیتی یا داشتنی به سرعت رفت بالا، ولی آزادی های سلبی که اومده بود در عصر تمدن یا کشاورزی پایین، آرام آرام رفت بالا. در هر صورت عصر صنعتی یا عصر توسعه دو تا آزادی ما به سمت افزایش رفت. طبیعی است، البته طبیعی است که مثل عصر کشاورزی آزادی های
قابلیت ها یا آزادی های داشتنی ما سریع رفت بالا، ولی از یه جایی خود صنعت ما رو اسیر کرد. بحث الیناسیون، الینه شدن ما، فیلم چارلی چاپلین، عصر جدید چارلی چاپلین، دیگه من باید تو خط تولید وایسم، باید این پیچو بچرخونم، اگه کار دیگه ای نمیتونم بکنم، باید 8 صبح بیام سر کار تا 4 بعد از ظهر، نمیتونم انتخاب بکنم حالا امروز صبح نرم بعد از ظهر برم مزرعه، نمیتونی. حالا اصلا امروز نرم مزرعه فردا برم مزرعه، دیگه نمیتونی. دیگه کارخونه است، باید 8 صبح بیای 4 بعد از ظهر. اگه شیفت شبی باید 8 شب بری 4 صبح برگردی. بنابراین تمدن صنعتی ضمن اینکه آزادی های ما رو، قابلیت ها رو برد بالا، از یه جایی هم ما رو الینه کرد. یعنی من دیگه نمیتونم بدون نور زندگی کنم، اسیر این نورم، تاریکی دیگه ندارم، من از آرامش تاریکی دیگه بهره برداری نمیتونم بکنم، همه جا سر و صدا، همه جا ناآرامی، همه جا حرکت. بنابراین هر ابزاری، هر تکنولوژی با آمدنش چیزی میدهد، چیزی میستاند. این نیست که بگیم تکنولوژی فقط میدهد، هر تکنولوژی با آمدنش چیزی میدهد، چیزی میستاند. مقدار این دادن و ستدن هاست که مهمه، چقدر میده، چقدر میستونه، مقدار این مهمه. بنابراین شما هر میخواید دانش کسب بکنید، دانش یه آزادی هایی به تو میده، ولی برای اینکه کسبش بکنی یه آزادی از تو میگیره. دیگه تا شدی استاد دانشگاه، دیگه نمیتونی تو خیابون کله معلق بزنی، دیگه نمیتونی تو پارک دراز بکشی بخوابی، آزادیاتو میگیره. استادی دانشگاه تو دانش به تو یک قابلیتایی داده، ولی آزادیایی هم از تو میگیره. دیگه نمیتونی وسط خیابون ساندویچ گاز بزنی، دیگه نمیتونی دوچرخه سوار بشی. حالا دوچرخه رو استثنا دیگه، حالا دوچرخه فرق میکنه و نظایر اینها. بنابراین هر فناوری، هر فرصتی چیزی میده، هر چیزی میستاند. عصر صنعتی 2 تا آزادی رو با سرعت‌های متفاوت برد بالا، ولی از یه جایی خود صنعت آزادی های ما رو گرفت، وابستگی آورد، اعتیاد آورد و زندگی ما رو گره زد به یه سری نیازهایی که قبلا نبود. اما حجم آزادی ایجابی و قابلیت هایی که به ما داد خیلی بالاتر بود و الان آزادی هایی که از من گرفته، هنوز من اگر بخوام میتونم اونها رو برگردونم. بالاخره شغلم رو عوض میکنم. اگر میگن شغل تو بعد 8 صبح بیای 4 بعد از ظهر، فکر میکنم برم یه شغلی انتخاب بکنم که نخوام 8 صبح. پس هنوز من قدرت انتخاب دارم. پس نسبت این دادن و ستدن ها خیلی متفاوته. خب چون زمانمون تمامه، من در چند دقیقه نکات کلی عرض کنم که عصر شبکه یا جامعه اطلاعاتی رو هم عرض بکنم. ببینید در جامعه اطلاعاتی یا عصر شبکه، آزادی های سلبی یا فرصتی یک مرتبه جهش میکنن، با سرعت زیادی رشد میکنن. آزادی های فرصتی، آزادی های دادنی، آزادی هایی که مال فرصت هاست، یک مرتبه به خاطر ارتباط، به خاطر شبکه، به خاطر دسترسی، من با آزادی های زیادی که قبلا بهم داده نمیشد الان مرتبطم. ارتباطات انسانی سر جای خودش، ارتباطات انسانی سر جای خودش. بسیاری از آزادی هایی که من نداشتم، من تا قبل از این آزادی نداشتم با اینکه در آمریکا شغل داشته باشم. اصلا الان نیازیست برم آمریکا. من همین جا که نشستم برای یک شرکت آمریکایی دارم چی می نویسم؟ برنامه نویسی میکنم، میفروشم بهش، اونم با بیت کوین به من پولشو پس میده. یعنی نه دلار رد و بدل میکنم، نه حرکت میکنم، جایی میرم. من تو خونه نشستم، یک نرم افزار رو طراحی کردم، مینویسم، میفرستم، اونم پولشو به من بیت کوینی میده. یه آزادیه، یه فرصته که به من داده شده. بنابراین در عصر شبکه اولین چیزی که رخ میده اینه که آزادی های منفی، سلبی یا فرصت ها به سرعت افزایش پیدا میکنه. دیگه نمیتونن منو در زندان شکنجه کنن، دیگه نمیتونن تو خیابون منو با باتون بزنن. به کسری از ثانیه دنیا میبینه و این برای من آزادیه. دیگه من میدونم که دیگه پلیس راحت نمیتونه هر بلایی خاص سر من بیاره.
و این برای من یه آزادیه. من آزاد نبودم برای اینکه بدون اینکه برم. الان این مشکل رو دارم دیگه. الان شما مشکل داری که پولتو باید به دلار تبدیل بکنی، بعد با دلار یه خرید خارجی انجام بدی. اصل شبکه پول شبکه‌ای، پول دیجیتال دیگه میگه نیازی نیست پولتو تبدیل بکنی. شما همینجا پولتو به بیت کوین تبدیل میکنی توی کامپیوترت، با بیت کوین از هر جای دنیا خرید میکنی. من به عنوان فرد رو دارم میگم. البته دولت نمیتونه، چون دولت باید حجم زیادی پول جابجا کنه، بلافاصله شناسایی میشه. ولی من به عنوان فرد الان آزادم. تحریم ها رو من فرد اثری نداره. به راحتی میتونم توی یک صرافی ریالم رو به بیت کوین تبدیل بکنم. بیت کوین رو تو همه جای دنیا میتونم باش خرید و فروش بکنم. هر چیزی خواستم از هر کشوری بخرم برام بفرستم با پست. بنابراین آزادی های فرصتی یا آزادی های دادنی به سرعت رفته بالا. من تا پیش از این با یک خارجی اگر میمد ایران دعوتش میکردم خونم، زیر سوال بودم که تو با خارجی ارتباط داشتی. یه نامه اگر مینوشتم به یک کشور خارجی، تو اداره یه پست چک میشد که آقا نامه به فلانجا برای چی نوشتی. ولی شما الان با همه جای دنیا ایمیل رد میکنی، چت میکنی، هیچ کسی ارتباط نداره، اطلاعی نداره، محدودیتی نداره. پس آزادی های در عصر شبکه، آزادی های سلبی انفجاری رشد میکنه. آزادی های سلبی انفجاری رشد میکنه. جبران عصر صنعتی، جبران جامعه عصر توسعه که آزادی های سلبی آرام رشد کرد. درسته؟ عصر توسعه گفتیم هر دو آزادی رشد میکنه. قابلیت های آزادی های مثبت به سرعت رشد میکنه، آزادی های سلبی آرام رشد میکنه. الان داره جبران میشه. اون 200 سالی که آزادی های سلبی خیلی آرام، یا جوامعی که تو این 200 سال مقابل آزادی های سلبی ایستادن و اجازه ندادن که اون آزادی ها توسعه پیدا بکنه، الان دیگه نمیتونن مقاومت بکنن. چین توی 30 سال گذشته میتونست جلوی آزادی های سلبی رو بگیره، فرصت ها رو ببند، ولی دیگه الان نمیتونه. دیگه الان باید اینترنتش رو ببنده. اینترنتش رو ببنده، اقتصادش فرو میپاشه. بنابراین چین هم حالا مجبوره که به سرعت آزادی های سلبی رو ببره بالا، فرصت ها رو بده. بنابراین در عصر شبکه اولین گام اینه که آزادی های سلبی به سرعت میره بالا. در مورد آزادی های ایجابی یا داشتنی یا قابلیت ها چی؟ برای یکی دو نسل، برای جوامع در حال توسعه، قابلیت های افت میکنه. چرا؟ چون در عصر شبکه شما باید قابلیت های کار با شبکه رو بتونی و قابلیت های کار با شبکه برای نسل های بزرگسال خیلی سخته. هنوز ما پدرانمون که موبایل دارن فقط باش زنگ میزنن. پدرانی هستن که SMS هم نمیتونن بزنن. پیشرفته هاشون SMS هم میزنن. ما هنوز داریم. بقیهشون که موبایل های پیشرفته دارن، نرم افزار رو باید نصب بکنه، فقط میتونه باش کار بکنه، ولی یه نصب و حذف نرم افزار نمیدونه. در حالی که در عصر شبکه شما باید سوار بر شبکه باشی. تا زمانی که دانش شبکه در جامعه رسوخ بکنه، قابلیت ها برای نسل گذشته کم میشه، نسل جاری در واقع. اما نسل های جدید چی که میان، که با شبکه، با دانش شبکه رشد میکنن، به سرعت قابلیت هاشون میره بالا در مقایسه با نسل های قبلی. به سرعت مهارتشون، قابلیت هاشون، توانمندی هاشون میره بالا و میتونه حالا از راه دور خدمت فروشی بکنه. میتونه الان انواع نرم افزارها رو طراحی کنه، خدمات بفروشه، نه به ایرانی ها، به همه دنیا. بنابراین در آغاز کار در عصر شبکه، در آغاز کار در یک جامعه با وضعیت جامعه ایران، در یک جامعه در حال توسعه که دانش شبکه کافی نیست در نسل جاری، به ویژه در سیاست گذاران، به ویژه در مدیران. الان حکومت ما ناکارآمدیش چیه؟ ناکارآمدیش اینه که ما وارد عصر شبکه شدیم، بوروکراسی ما شبکه رو نمیفهمه. شما در دادگستری کامپیوتر رو گذاشتی، تایپ هم میکنه، آنلاین هم نامه سیو میشه، ولی آخرش پرینت رو میگیره به شما میگه برو توی اجرای احکام، کاغذ رو باید ببری. یعنی بوروکراسی هنوز دانش لازم شبکه رو
نداره. در این جوامع آزادی های مثبت یا ایجابی یا داشتنی که همون قابلیت هاست، اول نسبت به دنیا داریم مقایسه میکنیم، نسبی، نسبت به خودش نه، نسبت به رقباش، نسبت به جامعه جهانی که باید کار باش بکنه، نسبت به فناوری های جدید، نسبت به صنایع جدید، نسبت به نسل تازه یه مرتبه افت میکنه. نسل قدیم دستش میره هوا، کاری نمیتونه بکنه. ولی یکی دو نسل به سرعت خودش رو ارتقا میده و آزادی های ایجابی، قابلیت ها یک مرتبه انفجاری میره بالا. بنابراین جز افت اولیه در عصر شبکه، بعدش هر دوتا آزادی با سرعت میرن بالا. هم آزادی های سلبی، هم آزادی های ایجابی، هم فرصت ها، هم قابلیت ها، دادنی ها و داشتنی ها، هر دو با سرعت میره بالا. بنابراین عصر شبکه عصری است که برای شکفتگی و شکوفایی ساخته داره میشه. یعنی دیگه بشر، فرد دیگه نمیتونه بهانه بیاره که راهم بسته است. اینقدر فرصت در مقابلش هست و اینقدر قابلیت میتونه قابلیت‌های خودش رو جاهای مختلف بروز بده. چون دقت کنید فرصت‌ها قابلیت منم میبره بالا. شما وقتی که در زندانی ورزش نمیتونی بکنی، انگلیسی نمیتونی یاد بگیری، ولی وقتی تو رو از زندان آزادت کنن بیای بیرون میتونی ورزش کنی، قابلیت خودتو ببری بالا، ورزشکار بشی، میتونی زبان بخونی، زبان و قابلیت خودتو ببری بالا. بنابراین فرصت‌ها کمک میکنه که قابلیت ها هم بره بالا. بنابراین در عصر شبکه اون فرصت های عظیم امکان میده که من اگر دانش پایه رو داشته باشم بتونم وارد بازی شبکه بشم، قابلیت های خودم رو ببرم بالا. بنابراین عصر شبکه عصر افزایش این دوتا فرصت و قابلیت یا دو نوع آزادیه و به نظر من عصری است که بشر برای شکفتگی آماده میشه. حالا بحث شکفتگی رو البته معنیش رو و اینکه چه سیر تاریخی داشته از قدیم تا حالا و انواع شکفتگی، اینها رو من در یه جلسه مستقلی براتون باز میکنم. ولی تا همینجا عرض میکنم که عصر شبکه عصر شکفتگی بشره، چون هر دوتا آزادی در برابرش افق پیدا کرده و به سمت بی نهایت در حال حرکته. انشالله تا جلسه دیگه که بحث دیگر رو خدمت شما هستم. متشکرم.